اگر این ویدیو رو میبینی احتمالا میخوای یوتیوب شروع کنی، اما یک ترس داری. میگی از کجا شروع کنم؟ بگذار اگر حقیقت تلخ بگم، 90% افراد نه به خاطر رقابت بلکه به خاطر شروع نکردن شکست میخورن و همیشه به نقطه صفر میمونن. من در این ویدیو در کمتر از 5 دقیقه 3 اصل مهم به یاد میدم. از کجا شروع کنی، چی بسازی و چطور اشتباهات رایج تازه کارا رو انجام ندی. فقط قبل از ادامه دادن ویدیو رو لایک کن که نشان میده جدی هستی. انتخاب موضوع کانال یا همون نیچ. خیلی ها میگن برو موضوع انتخاب کن که به او علاقه داری، اما من میگم برو موضوع انتخاب کن که هم به او علاقه داری و هم در او مهارت داری. وقتی این دو فرمول در نظر گرفتی، یک سوال از خود بپرس: آیا میتونم حداقل 50 ویدیو با این موضوع بسازم؟ اگر جواب بله بود، بریم بعدی. احتمالاً بعضی از شما میگن کی بیکاره بیای ویدیوها ما رو تماشا کنه. این یک نکته خیلی مهمه. بازار یوتیوب محدود به یک کشور یا منطقه نیه. یوتیوب برای همه موضوعات مخاطب خاص خود داره. پس نگران نباشه، مخاطب هست، فقط باید اونا رو پیدا کنه. تجهیزات لازم. حتما با خود میگی من دوربین ندارم، من مایک ندارم، نمیتونم شروع کنم. بگذار یک مثال بدم. مستر بیست سلطان یوتیوب میشناسی؟ کسی که فعلا با داشتن بیش از 460 میلیون مشترک یا همان سابسکرایبر در یوتیوب نفر اول یوتیوب جهانه. او با چی شروع کرد؟ فقط با یک گوشی ساده. اگر مستر بیست رسید، پس تو هم میتونی. با همین گوشی موبایل دست خود که فعلا داری ویدیو نگاه میکنی، شروع کن. اولین ویدیو قرار نیه وایرال بشه، اما قرار سرفصل مسیری باشه که تو از صفر به یک تولید کننده محتوا تبدیل میکنه. اولین ویدیو طوری که میگم بساز. یک مشکل واقعی در موضوع خود انتخاب کن، یک راه حل ساده و مشخص بده، یک عنوان سوال برانگیز بنویس و یک تامنیل ساده و تمیز بساز. یک جمله طلایی. فرق بین کسی که موفق میشه و کسی که موفق نمیشه فقط در یک چیز است: استمرار. این که هفته یک ویدیو بگذاری، حتی در صورتی که هیچ کس نبینه باز هم ادامه بدی. موضوع درست انتخاب کن، قوی شروع کن و حداقل 30 ویدیو اول استمرار داشته باش. اگر بتونی این کارو بکنی، از 80% تازه کارها جلو میزنی. حالا فهمیدی از کجا شروع کنی. اگر ویدیو برات مفید بود سابسکرایب کن و زنگوله بزن تا ویدیوهای بعدی را از دست ندی. اگر سوالی داشتین داخل کامنت ها پرسان کنید. ویدیو بعدی میبینیم.